خیر و شادی باشد. در استودیو با شما هستم سید احسان جلالیان و بیننده های گرامی. امروز ما وابسته به یک موضوع خیلی مهمه که برای مهاجران خیلی ضرورت صحبت انجام میدهیم، چون این در دایره سلسله برنامه ها در سمت مهاجرت است و مدیر بخش مهاجرت اهالی انستیتوت اقتصادیات و دموگراف اکادمی پژوهشگاه مهنت مهاجرت و شغل اهالی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان. خوش آمدن به استودیوی ما. و بیننده های گرامی، چگونه که در بالا ذکر کرده، ما وابسته به موضوع مهاجرت مهنتی آمادگی به سفر صحبت انجام میدیم و هدف انتخاب این موضوع هم در آن است که اونایی که به نوع مهاجرت رفتن در اونجا به مشکل ایجاد می شود یا بی پتنت کنند و اینچنین میبینید بعد از یک مدت اونها ممنوع الورود به شهرهای روسیه یا دیگر کشورها میشن. سبب اساسیش درست نبودن حجت ها یا دیگر مشکل های حقوقی که در مهاجرت میشد. به این خاطر این موضوع رو ما انتخاب کردیم و یک صحبت هم انجام شد چند پیشتر. ما در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه شما به مهاجرت میروید، میدونید که در اونجا جای کار دارید و بچه مشکل شاید مواجه میشید. ایشان مثال تقوی همانه در و گفتن که این هم برگردن گرفتن که پتن برای شما آماده کنن. میتونیم ما همینطور دعوت کردن و میخوایم که رویم در اونجا کار کنیم. یا یک نفر دیگر هم میگه که به نزد دوگانه هم میروم و گفتم جای کار دارم، میگن که همون که رویم بعدم جای کار پیدا میشه. یعنی حالا معلوم نیست که ایشون وقتی میرون جای کار پیدا میکنن یا نمیکنن. بعدا همینطور وابسته به ما اینجا 31008 و اینچنین 55 556 1008 رقم ها رو برای دیگر براتون تکرار میکنم: 92 743 1008 و 55 556 1008. این رقم هایی هست که شما میتونید تماس گرفت و همینطور مهرانشاه همکار ما کمک میکنه. گرامی متخصصان ما که من در بالا ذکر کردم ایشان خیلی زیاد دارند و خب در سمت مهاجرت نفرانی تصادفی نیستن. به همین خاطر ما مخصوص ایشان رو در برنامه دعوت کردیم و میخوایم که به سوالهای ما و شما ایشان پاسخ گفته باشن. اول سوال رو من شروع میکنم پیش از اونی که به بیننده ها امکان میدیم، چون از بس که مستقیما پخش میشود سوال ها خیلی زیاد میکرده. شو چی رو باید داند؟ در اول بیاید از همین شروع کنیم. مرحمت فکر میکنم اول تشکر. برای موضوع فرقی نداره، چون که من جدیت دوستان شروع شد این اولی سال 2000 بود. نه اصلا دوره حکومت مملکت و البته اولیبانو کنسولسیون سوی تاجیکستان در این سال دوی ما به شهروندان مراجعه میکنن که پیش از سفر به خارج حتما باید زبان کشوری قبول کننده رو باید دونید، زبان خارجی رو. بعدا حتما بوری انیق لازم است که در بازار ملی جهانی یا در اون کشور شما کنید. مثلا ما پیش سفر چقدر ممکن باید سفری تفکری نباشد، سفری انیق باید باشد و با ما دوی ما گفتم میسیم که پیش از سفر حتما با کارمندان پیش سفر بخورید که امروز ساختارهای خدمات مهاجرت در همه ولایت‌ها شهر بودیم تاجیکستان فعالیت کاری دارند و آنها متخصص هستند. آنها در این ساحه قانون‌داران میشناسند، کانسپت رو میدونن، استراتژی برنامه رو شناختند. بنابراین به فکر ما پیش سفر به خارج البته پیش پدر و مادری اون موجود بود که به فرزند خود نصیحت کند که پیش سفر البته معلومات پوره گرفتن لازم است. کسب و کار تماس گرفتم چون گفتم که هم برای ما اومده است. من بعضا از سوال‌هایی که از جانب بیننده ها شده است و اینا میخوام که ببینم. یک نفر سوال دادن که میشه پیش از سفر مسئله جای کار و پتن رو حل کرد پیش از سفر؟ خب ما شد سلامت باشه دوست کردم. اول در حقیقت یک مشکلی اساسی که امروز مهاجری مهنتی ما که در خارج روبرو و روانشاد و باید حتما چیزی که ما را درست قید کردن در تاجیکستان سال 2000 تأسیس داشتم در 4 منطقه تاجیکستان، در مثلا در ولایت ختلون
در بدخشان است، در ولایت سورد است و در شهر دوشنبه. ما این نه بلکه برای با مهاجرت رفتن بعد مهاجرت برگشتن باز هم میتونه که مراجعت کنن، این یعنی با بازار مهنت داخله یعنی تور کردن این خودی شرمنده اومدگی مسئله اینتگراسیون است. و من فکر می‌کنم که آینده باید که مهاجرین تیار باشد، بازار مهنت و باید رقابت پذیر باشد. پیش از اون که وایس کردیم قریب که 80% وایها گفتن که ما پیش خیشم پیش همسایه میرم. این همین تندنس از اول بوده میشه. همین یک مشکلش از همین است که همه وقت پیش کسی میره و مهاجرین در مفکر مردم جوش است. خوب میشد که اینا دولت خارجه سفر کنن. اینو باید که بدونن هم زبون دارن هم قانونگذاری دارن. مثلا در مهلت معین وقتی وارد شد به دولت روسیه وای وظیفه دار در مهلت 15 مورد یافته پتنت مثلا پتنت دیر نشد وایدا دیگر مسئله. تشکر میکنم و خوب واسطه بعد دونست که یک نفر که به نو به مهاجرت میرود زندگیمون وزنین باید من به مهاجرت روم اما زبانهای خارجی رو نمیدونم، ولی چندین نفر از دهه ما به مهاجرت رفتن که زبان اون دولتی که میرفتن نمیدونستن، شاید که روسیه رفتن اینجا اشاره میکردن و اینچنین قانونهای اون کشور قبول کننده یا مرکزها هستن، مرکزهای زبان‌آموزی هستن. در حقیقت اون فرزندی که این خیلی مراجعه کرد از اون کنسته مود بیشتر آزاد رفت آمد داره، لیکن ندونستن زبان و قانونگذاری نبودن کسب این خطر است و این کس خدا نگهدار به خطر دچار شد. لیکن اگر ما بود کشور او رو که پیشواز میگه چلش مدخش تبار است، برادر است، یوری شناس است، یا که در آنجا حتما وضعیت ملت موجه شد به کارهای حل مسئول مهاجرت وجود دارد. اون فعالی که که زیاد از 20 سال دارن و در روسیه هم سفارت جمهوریتشون در فدراسیون روسیه است، در 4 منطقه روسیه کنسولگری توشون وجود دارد. بنابراین حتما باید اخبار داشته باشند که با کجا باید مهاجرت هنگام دچار به خطر، یا که اصلا از اداره خدمت مهاجرت یگان بوکلت گیرد یا معلومات گیرد که با کدوم. و من خوش میکنم از مهرانشاه اگر تماس باشد حتما شما پیوست کنید، نه که تماس میگیرن و 556 1008 به همین رقم ها تماس بگیرید و موضوع ما هم معلوم است. مهاجرت مهنتی دیدیم آمادگی به سفر، اونه که به نو سفر میکند به روسیه یا اونه که هدف دارد که به کشورهای دیگر میرود، تنها مهاجرت به روسیه نیست، حالا میتوانند مهاجران به اروپا روند، به کشورهای دیگر شده و امکانیت ها هم فراهم شده. ولی اینجا ما گفتیم که امکانیت بیشتر شده است، اما یک نفر میگه که خوب چندین مراتب هم که مراجعت کردیم نتیجه نبوده. من قید کردنیم که در خدمات مهاجرت مثلا اگر پارسال بینیم ما زیاده 58 نفر شهروند ما متشکلانه از طرف فیرم کارخانه‌هایی که به کار تامین میکنن در جمهوری کره به کار میگن زنگ هست فکر میکنم مهرانشاه زنگ باشه به پیوست میکنه بعدا ادامه میدیم استاد. ببخشید یک نفر تماس گرفته چی نام دارد و چه سوال برای کار دارد، اما من یگان برای خارجه نرفتم. اگر به نزد او روم باید در نزد او چی طلباتی قانونی گذارم؟ خب کی گفته دعوت کرده است؟ تقویتون. خب براتون گفتن که پتن میکنند و دیگر چی را پرسیده بود متاسفانه. خب ما میشود در مدت 15 روز من یعنی در بذارد که یا در مدت معین باز که مثلا پتن برای وی میکنن و یافت میکنن و در این مدت و باید حجتایی که بودگی رو پیشنهاد کنن. این مهلت در مهلت یک ماه همگی و این مهلت دارد که یعنی حجت رو جابجا کنه. اگر که در این مهلت و چی نکرد و مجبوری واتراسیه رو ترک کنه. لیکن اگر که مقصد در کارت مهاجرتی وقتی وارد شوی نوشته باشد که همچون باشد، لیکن وقتی که درش کرد که وای کار است و باید حتما در مهلت معینی که ما گفته گذاشت در مهلت و باید که یعنی کارفرما رو یافت کند مثلا فعالیت کنه رسما. در همین چه بعضا میشود میگن که وقتی ما یک مرتبه میرفتیم در اونجا وقتی میپرسن که برای کار اومده یا که غیر کاری باشه شخصی نویسه یا که
бо ватан федератсия россия тарк надод. чунки дар маъзини маълумоти маҳкумоти расмии россия ва ҳамчун гуфтагӯ шудем ки ҳамчун ёин ки он шахсе ки барои таҳсил рафтагааст яке он шахсе бо масъулияти шахсӣ рафтагааст дар як сафари кори дорад ин мақсади сафар нодуруст یک نفر تحقیق علاقه هستن به میشنه الان اما باید اول قزاقستان میرفتیم و در آنجا از سفر نگذشتیم و پس به امریکا میرفتیم اونای مسئولین به سفارتی این نکنن سفر در تاجیکستان شود. سلامت باش. سوالشون درست است به خاطر اونه که ببینید وقتی گرین کارت برد میکنن برای از صحبت گذاشتن به قزاقستان میرن میگن که نمیشه که یک صحبت ها باشه و این در تاجیکستان صورت بگیره. من فکر می‌کنم که این بسیارتر با وزارت کارهای خارجه است لیکن درست هست بعد از با خودی توضیح لیکن اگر شنگینی باشه همش از دوشنبه خب استاد شما ما حرف شما رو بریدیم تا شنونده باید برای اون دیدن بدیم ما در مورد درباره رسمی گردانی فعالیت در خارج درست خیلی شد که در حقیقت همگانی که با حدود فدراسیون موری شد شهر تاجیکستان اگر مقصد او انجام فعالیت کاری باشه باید که با هزاران نفر هستن و پاتین میگن برای فعالیت کاری انجام بدن. تشکر میکنم. نفر دیگر است. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت. هوا داشتم من تنها میباشم دو فرزند دارم و مهاجرت مهنتی را دارم. خب میخواستم فهمم که برای مادرای تنها وقتی که میروم برای زنها یگان خیلی گناه هست یا نیست در مهاجرت؟ یگان امکانیت ها هست یا نیست برای مهاجران مادرانی با اگنتی با کار بسته شده که با کارفرمایان معلومات گرفتن فدراسیون روسیه قزاقستان دیگر دولت ها است دیده برای دوجه برای کاری برای خودش موافقه یعنی انتخاب کنه یعنی میتونه در همون اگنتی با کارفرمایان تشکر میکنم. فقط استاد اصلا باید در حکومتی که یا کشوری که مهاجرت گفتم ممکن است که هنگامی که تاجیکستان با روسیه سال 2004 صلحنامه درباره سمت مهاجرت به امضا رساندیم در راه ما در صلحنامه و تامین از حفظ اجتماعی موجود اولیا اونها دیگه سال 2004 فدراسیون روسیه با این قبول اولیاها دچار نبود یعنی که امکان نداشت که اولیاها یک فرد موجود در خانگاهی که در دیگر منزلگاه تامین کرد. لیکن aynı zaman ما خب میدونیم که در روسیه مثل دیگر کشورهای اروپا بحران دموگرافیک کریز دموگرافی دچار شده. امروز گفتید مشخص شد که بهتر بود که پیش از سفر به خارج با اگنتی‌های با کارتن که وزارت ملت به خدمات مهاجرت مراجعه کنند که کدام کارگردان این زن رو با کار قبول کنند. لیکن اگر کودکای ماده داشته باشه اوکی پرابلم زیادتر میشه. کودکای ماده رو باید که در باشه بچه‌ها واسه با کودکای ماده باز میگذره. یک نفر هستن در خط خود پیوست میکنیم. الو علیکم السلام و رحمت. از کجا زنگ میزنید؟ چه نام دارید و چه سوال؟ نورافشان سوالم همینه. من هنری مسلطکی دارم و میخوام خوب کار کنم. سلامت باشند. اکنون این نفر میخوان که بر کشورهای دیگر مثلا در دبی و دیگر جا این چیزا من گفتم که اگه با کارتنیته با خارجه ما یعنی سولی فرصل تعداد معین شهروندان را در ترکیه هم با کارتنی نموده. خب اگر که مقصد مهاجرت باشد با میتونم مراجعه کنم. سلامت باشن. من حالا اولین شنیدن چون خیلی زیاد میخواستن که بشنوم وابسته به سفر به کره که در سخن شما رو مرور دادید. واقعا با کره شهروندان حالا امسال سر نشده است. مثلا از ینور سر شد مسئله آلمان هم سر شد. مسئله انگلیا زیاده از 2000 شهروند نام نوشتگی است. نماینده سفارت و نماینده همون کارخانه‌ای که به کار میتواند که در اونجا معین کند با کدام زبان یعنی همون مشکلات کند با زبان روسی است با زبان انگلیسی است. خیلی هم یعنی
و اون شهروندانی که لیاقت دارن با وایها پیامک روی میکنن که ویا باید تیار باشند و مسئله آینده رو دیدش نمیبینن. مسئله کریه گفتنیم که خود این مسئله دیده استودن یعنی خود در وزارت آموختن و طرف کریه انتظارن به نزدیکی باید که همین مسئله حل شده بود. اگر که کار در این سمت نه دو یا سه معاهده داشت چی گفت و شنید هم داشتن که باشه درست است. روزای نزدیک هم بود این مسئله لوسش اومد دونه شاید مسئله حل شده بود. تشکر میکنم و شنونده های بیننده های گرامی اینجا رقم ها را بار دیگر براتون میگم 92 743 10 08 و 55 556 10 08 رقم ها هست که شما میتونید طریق این رقم ها تماس بگیرید و هر سوالی هم هست پیشنهاد صاحب ورزیده هستن. خب نفر دیگر هست در خط علاقه و میشنوید. الو سلام علیکم. چند سال پیش از می رفتن بودم بعد در اونجا شرکت مبلغ جدا یعنی پول جدا گرفت و ما تا نیم ماه بود یعنی دلیل بیا هم خیلی موندیم ما یک گروهی کلام سریع کرد اون همون متخصصان میتونند بگویند که یکان روی حسانی به کانادا رفتن وجود دارد یا نه. خب تشکر میکنم. سوال خیلی مهمه. با این زنگ بود که ما دو طرف جواب دادیم چون که اول گپ رفت درباره اون که سال گذشته کدام شرکت اون فیر بوده است و حتما بود که با اون سبیل خودی که اون شرکت هایی که دارن میتونن برای انتقال قوی با خارجه در خدمت موجود ثبت شده هستند موجود خدمت موجود بودگر مقام دولتی این مسئله معاینه کرده میتونه توسط سود است پراکاتور است و غیره کنه. اما نسبت دیگر اون مسئله ای که با کانادا رفتن هستند برای فعالیت کاری این زمان تویسون با کانادا سوشنامه بین‌المللی ندارد لیکن برای امروز ما با اونجا روانه میگردم برای انجام فعالیت کاری. امروز شهران تویستان زیاده است در 70 کشور دنیا میگردند. پاکستان، فیلیپین، هندوستان توسط پیدا کردن سایت اون کارها در کانادا میتواند برای کار دعوت کنند با کار میکنند. مخصوصا باید که مراجعه کنند و سفارت رسما سفارت کنند. طریق وزارت مهنت تاجیکستان گمراهش نیست. من گفتم که در کانادا ما میتونیم مثلا که در آینده همکاری شرطنامه یعنی بین همین کارفرمایان ممکن است لیکن تنها در حالتی که وزارت مهنت اینو مراجعه کنند شهروندان ما چخیلی که آن را درست فکر کردی او شهروند گفتن که وای پیش خود رفتن مثلا مراجعه نکردن و وزارت مهنت کدام شهروندی و او را با یک فند فریبی بوده است در راه مونده است. خوب میشد که آینده پیش از اون که کسی بین خانه‌ای که این شهروند ما رو به خارج به کار تامین میکنه اجازه نامه لیسانس دارد یا نه اجازه نامه لیسانس را امروزه وزارت قانون محترم حتما مراجعه کنید پیش از اون که جای سفر بکنید. اینجا در دوام این نفر سوال داده است که چرا شهروندای افغانستان به مشکل میروند؟ افغانستان دوست کردن اومد شهروند افغانستان واقعا تجربه چند ساله دارن 10 ساله دارن تجربه چون که اصولی که در میرفتن با انگلیس و دیگر کشورها بنابراین البته راههای آنها جدی مثلا شده است و تاجیکستان نیست در اون هنگامی که سالی تاجیکستان در دوره قریب 20000 همچون گریزه توسط حکومت تاجیکستان توسط سازمان ملل متحد شهروند افغانستان با کانادا رو میگه برای زیر و فعالیت کاری انجام دادن بنابراین اونها البته راههای آن شده است با تاجیکستان نیست از طرف کانادا چندی پیشتر یک تقریبا 7 سال پیشتر مراجعه کردم که با کانادا در دوره 300 نفر با این کاروی مولی امورا با فروش برآورد لیکن بچه‌ها که مسلمان هستن با این کار نرفتن. خب شما ایلام درست فکر کردم حالا بسیار تعداد شهروندانی که از افغانستان همچون گریزه اومدن و ما گریزه اعتراف کردیم و یک برنامه کلان به واسطه سازمان بین‌المللی مهاجرت هر سال زیاده است قریب هزار شهروند افغانستان دولت کانادا همچون نقل مهاجر همچون پریسیلی برای قبول میکنن و برنامه کلان است و همچون گریزه بودن برای همین و را قبول میکنن.
چون برنامه یعنی طریق این برنامه درست این است. برنامه در خود سازمان بین‌المللی ما عملی میکنه برای خب سلامت باشند. و اینجا یک سوال دیگر بچه یک نفر بوده است. من زبان عربی رو میدونم، میتوانم برای کار با کشورهای عربی روم. در کدام کشور عربی شرایط و معاش خوبتر کفالت است؟ خب در اینجا من گفتنیم که ما با امارات عربستان و قطر سوی اگر خطا نکنم ماه اکتبر نوامبر تعداد شهروندان ما را با خود امارات عرب و حالا همین مسئله ممکن که حل شه بوده. خوب میشد که همه شهروند مراجعت کنند و اگنتی با کمپانی کنند. خوب تشکر میکنم. بعضی از کشورهای عربی مخصوصا اینجا یک نفر مهرانشان اشاره دارد که اول این نفر قبول کنیم. الو سلام علیکم. علیکم سلام مرحمت. از کجا زنگ میزنید؟ چی نام دارد و چی سوال؟ من گواسلو هستم. یک نفر مادر. من برنامه شما را از یوتیوب تماشا دارم و خیلی سپاس رحمت برای شما. می‌گویم که یک موضوع خوب رو برداشته و یک سوال داشتم. شما مرا می‌فهمید که بله بله. زندگی است و یک پسر دارم 16 ساله. زندگیم وزمین است. میخوام که رفته در یگان کشور و خصوص مهاجر شود و کار کنه و زندگی مناسب بره. من میخواستم فهمم که آیا او حقوق دارد یا که حقوق کار کردن چون نابالغ است در کشورهای دیگر دارد. تشکر. سلامت باشند. سلامت باشند. تشکر میکنم. خیلی حالتشون فهمیدیم. شما همچین مادر خود رو معنی که اگر شما کسب اختصاصی زمان داشته باشید این خوب است. پسر شما 16 ساله لیکن وابسته به آن که شما کدام کشور انتخاب کنید. اگر روسیه باشد در روسیه فعالیت کاری انجام دادن ممکن است بعد از سن 18 سال، چون در سوشن تو روسیه همیشه خواهش است که نفرانی که از سن 18 سال بالا هستند میتونن فعالیت کاری رسمی انجام بدن. مؤسسه کسب موجه شونه اولی فعالیت آموزد و بعدم با گرفتن شهادتنامه رسمی فعالیت کاری خود را انجام می‌دهد. شما الواد داره. همین گفتم. خب تشکر میکنم و من خواهش میکنم اونایی که در منویسند نشر در رابطه با موضوع ما در یوتیوب کانال ما خب دیده میشه بحث ها و این سوال هم نیست و من خاطر خواهش میکنم وقتی بنویسید سوال بوده چون عین حال برای ما که شما باهاتون پاسخ بگیره شاید بذارید من حتما میخونم و شما پاسخ خواهید گرفت از مسئولینی که عین حال هستن. حالا یک نفر در خطی علاقه هستن. الو سلام علیکم. سلام علیکم. یک سوال داشتم. از کجا زنگ میزنید عین حال شما؟ اگر مهاجر اگر با مهاجرت اگر مثلا یک کار دو شهروندان با فدراسیون روسیه میروند زیاده از 12 اگر خطا نکنم نمودی کسالای سیرایتی هستند که با شهروندان ما که وقتی که خودشون در حالت گرفتار باشن و یورو یعنی قبول نمیکنن از اون دولت میرونن. نه این هست امروزه در خیلی قانون روسیه همین چیز است و خوب میشد که پیش از اون که معین کنن که سلامتیشون در کدام این یک شرط اساسی که با موجب رفته این سلامتی خیلی موجب است. اگر که مشکل در وجه اگر در حالت کسالوی سیلاتی باشن هست همه خیلی که با تمام حیات تا 20 ساله هست که ممکنه که وارد نشن ولی اگر کسالی خطر داشته باشه برای این دامنه. خب سپاس و شما اشاره کردن ایلوا کردن می درست من با شما راضی هستم چون که در حقیقت در سوشمی که ما قاعده کنیم با ماهای طبی دو جانب قبول است. بنابراین درست گفتن موشو که این پسر خوب باید که اول تحصیل خوشو بعد با سفری خارجه و معلومات طبی رو با خود بیاره. سلامت باشین. اینجا یک نفر دیگر بودن که اکنون بعضی مهاجران نامشون هم نمیخونن میگن سوالا چون مهم برای ما پاسخ دادن به همون مشکلی که هست. چند پیش یک رفیق هم طریق برنامه فرسلین است اهل و عائله به روسیه رفته اما موقع تا اجاره گرفتن خیلی سرگردان شدن. روند جابجایی لازم است که اگر خطرات زیاده از 10 سال شد که کشور اروپای مرکزی
برنامه کوچیندنی هموطنان ساکشتی که بررسی عملی و هر سال در دوره تقریبا 2,500 اویل از تاجیکستان بررسی میکشد با پروگرام پریسیلین که با برنامه کوچیدن و اگر اون اویلی که با فیزیک وارد شد توسط این برنامه و اونو جابجا نشدن اونو باید که با مقامات فدرالی موجود اون کشور موجود شد که پیش از بعدا بخور میکنن حتی اون نفرانی که توسط این برنامه بررسی وارد میشوند و دارن سرتیفیکات در باره کوچیدن هنگامی که اونو اون شهران حقوق شهروندی رسمی دارن برای با کار تامین شدن مثل میگیم تعلیم کودکان رو عملی کردن یا که با کودکان جابجا کنه فرزندان یعنی که همه حقوق شهروندی رسمی این نفران توسن دارن بنابراین باید که اون پروبلمی که وجود است اون مشکلی که هست با مقامات رسمی خدمات فدرالی موجود است بود مراجعه کنن. خب در صورتی که این مشکل ایجاد شد میتونن با حتما حتی سفارت روسیه است بفکرم نمیتونه چون و سفارت ما البته نمایندگی وقت میلان موجود شغل در روسیه نیازی مسئول حل فصل پروبلم حل میکنه. در اینجا من یک نفر که بیشتر مینویسند بیشتر از این سفارت انتقاد کردن و میگن که خب به اهمیتی صورت میگه اینجا چند حرف دیگر هم گفتم من همشون شاید باشه. خب اینجا یک نفر دیگر هستن بیاید در تلفن میشنیم. الو سلام علیکم. گفتگوی مستقیم اینجا بله از شهر مسافرت. خب مرحمت سوالتون چیست؟ من پدرم چندین سال روانده هستم خب چون ما نفقه نهاده شدیم همین مسئولین نفقه پرسان که آیا بعد از یک چند دو سال بعد با نفقه میبرد همین تصدیق که گرفتن نفقه چگونه؟ تشکر میکنم. شهروندی روسیه را دارن یا نه؟ نبای؟ شهروندی روسیه را دارن یا نه؟ بله بله. خب سلامت باشن. تشکر میکنم. اگر از تاجیکستان گیرم یا برای هم صحبتون من فهمیدم. تصدیق همین جانزون چگونه؟ تشکر خیلی سپاس. سوال هم خیلی گم همه مهاجران ما که ما میدونیم که سالهای طولانی که در خارج کشورن و یک سین سالی میرسن برگردن به وطن در این حالت باید در پیران سالی باید لازم است که حیز اجتماعی یعنی نفقه گرفته و خیلی که اول بودشم گذاشتن که سال 2004 ما سازشنامه بین دولتی بسته بودیم و این سازشنامه بین دولتی حیز حقوق مهاجران ما در فدراسیون روسیه کاری وقتی کاری باید که در دفترچه مهنتی و ترجمه خرید میشد لیکن متاسفانه از طرف روسیه که این با اینو چی گرفته نمیشد لیکن همین یک ماه شده اومدن نماینده فدراسیون روسیه در جمهوری اگنتی نفقه و سقوط اجتماعی از جمهوری تاجیکستان برای این مسئله یعنی چی کردن یک سازشنامه هم بس شرطنامه هم بسته شد به طرف روسیه روزهای نزدیک همین مسئله میتونه حل شه یابد و این برادر گفتن که پدر و شهروند روسیه است شهروند روسیه هم مشکلی نداره و مراجعت کنن و حتما اگر اینا همون اندازه اینا حقوقی هم مشکلی نداره فعالیت رسمی داشته فعالیت رسمی داشته است نفقه او کشور میگیره نفقه کشور میگیره شما در سمت مهاجرت کار کرده در همین وزارت و هم خوب شد خیلی زیاد کار کرده بعد اول این نفر من قبول کنیم بعدا یک سوال بس خب این نفر خاموش کردن رقمش رو تلفنشون و چه همین دادن نفقه برای چندین سال است که وقتی مهاجر است انداز میسپرن همین فوند نفقه اندازشون میسپرن ولی نفقه نمیست بسیار سوالی جور مثلا تای 10 سال 15 سال دوی در بحث است و خوشندانه گفتم زمان شدون که سوال شما امضا شد تو سیاست پیش رفت به طرف روسیه لیکن برای چی مسئله حل نمیشه پیش از من گفتم است که این مسئله مبلغ رو در نظر داره مبلغ و اون کشور نمیخواد که مبلغ زیادتر باید کشور دیگر روانه شده توسعه و روسیه سولدارشون برای رسوندن اگر فعالیت کاری مهمی که توسعه در روسیه رسمی باشه و اونو هنگامی فعالیت کار رسمی با کار آمدن پس اون مبلغ که در روسیه اندوز پرنده بود و این مبلغ با توسعه روانه میشد این عمل اساس میشه چون که موشا چند پیش گفتن که دفترچه مهنتی رو قید میکنن ما برای میگفتیم که هنگامی سفر به خارج
موجود باید دستور مینیت با خود گیره. استاد گرامی اینجا متاسفانه بازی نفر زیاد در خط تلفن نیستن و شما ادامه دهید مرا. شما ادامه دهید چون خاموش در دوره زیاد از 500,000 معلومات ما خود بوکلیت شو میکنیم و اون اویزاهای کلان شو میکنیم که ما دوم گفتم میسیم که اگر موجود با خارج سفر کند کدوم چطور باید حتما البته شناسنامه خودت نیست معلومات طبی حتما که توچی مهنتی و اون شهادتنامه که کسب و کار دارد یکی زمانی خروج و غیره کنه یا که درباره رانندگی این هم حجت لازم میشود چون این تصدیق کننده فعالیت کاریم شهروند است و اگر با این حجت و دفترچه مهنتی و رسما کاری خود آغاز نماید و دیگر اندوز کننده است. نه من که اکثر نفرانی که میرن در اونجا مثلا به ساختمان کار میکنن یا کارهای دیگه داره رسمی کارهای مثلا شاید کارخانه نیست میرن کارهای شخصی هم میکنن بعضی کارهای دیگر هم میکنن اما پتنت داره. خوب است شما درست قطعا لیکن وای شخصی هم باشد که وقتی که وای سپور وای همون همش پتنت وای همش وارد میشه در بعضی عمومی که وای پیش بینی میشه وای اون مشکلی ندارد ولو که پتنتی کمتر با سبکی داد برای اجرا یک با خوبش برای مدیر حالت خودتری شد که همه اینا در آسیا مثلا 2020 من خطا نکنم که زیاده از 400 یعنی پتنت خطی یعنی در فدراسیون زیاده 60 بود رسما یعنی بعض کار کردگی بودن یعنی پتنت داشتن مثلا خطی بودن اینا رسمی بودن وقتی کاری اینو حتما باید که در دفترچه قید شود میدونی و بسیار کارفرمایی بود. خب تشکر میکنم و مثلا ما یک موقع در روسیه کار کردیم حتما با شهروندی روسیه گیریم که اون نفقه رو میگیرن. نه میگن وقتی کار کردید این چیزا میشه و این خود گپ در چی است؟ موجود میکنیم که هنگام سفر با خودش باید پورا آماده باشه معلوماتی پورا گیرن لیکن متاسفانه معرفتی حکومت روسیه تا درجه پست است ما باید همه جانبه قانونگذاری کشوری قبول کننده رو باید آموزیم دانیم رفته در خود رو نشون کنیم. خب حالا ببینید که بناو حالا که چیزی که گفته شد بناو یک سازشنامه یا سازده و اینطوری کار در این سمت شروع شده است و از اینجا به مهاجران چه مشکل خوب عیب مهاجر اونجا یک نفری هست در خط علاقه بدین میشونه. الو علیکم السلام مرحمت از کجا زنگ میزنه چی نام دارید و چه سوال؟ ممکن است یک سوال دارم. مرحمت من سلیمان هستم از ناحیه پنجکند. خب مرحمت اکو همین سوال که چرا شهروندان کشوری دیگر یعنی جمله ازبکستانی ها برای مهاجرت به کشوری کره سلامت باشند. تشکر گپ بزنید خیلی عالی. من سوال شما بستم قرقیزستان جمهوری قزاقستان در اون مورد این بازار مهنتی که طلبات بود اینا در این بازار رقابت‌پذیر شدن ما حالا نو سازشنامه بستیم درست از مشکلات زیاد دارن لیکن همین کار شده رفته ساده است ما باور داریم که آینده مهاجران ما که مثلا رقابت پذیر شوند و کار تامین کرده شود حفظ حقوق یا حمایت کرده این کار رفته درست کمی رو است مسئولی موجود رو و گفتن هستم که بسیار سوالی عجیب شد چون که ما نیستی که میگن برای چی ازبکستان و قزاقستان با کره جنوبی پیشتر اینجا دستورشون باید دارن ما دیرتر ما داریم صحبت داریم با هم و گفتم از ماست که اون سال 99 که در تاجیکستان جنگ با کره جنوبی کار میکردن ممورندوم داشتن بعدا این ممورندوم تفاهم امضا شد تبدیل به سازشنامه در دایره 15000 کار میکرد از قزاقستان در دوره 6000 لیکن با این نگاه نکرده از اون معلومات قزاقستان 5000 لیکن با این نگاه نکرده از اون معلوماتی که ما داریم در کره جنوبی زیاده از 500 نفر شهروند تاجیکستان فعالیت کاری دارند اونا از طرف توسط روسیه به اونجا رفته هستند همزمان در دایره زیاده از 4-5000 تاجیکستانی ما که شهروند روسیه قبول شدن الو ما یک سوال برای خب مرحبا آیا یک راه دیگری هست و غیر زمین گرین کارت با امریکا رفتن برای فعالیت کاری که برای زیست فعالیت کاری را میگن فعالیت کاری
البته ما چند پیشتر خط کردیم که تجربه عموما جهانی رو ما آموخته شدیم همچون استانسون. بنابراین شما میتونید آزاد با شتات‌های متحده آمریکا پیوست شوید با کارگردان‌های آنها یا در آلمان و شما قبول کنید اگر اینترنت باید شرطنامه را لیکن پیش از سفر با خود حتما با مقاطع مراجعه کنید که شما رو ثبت کنند که شما با کجا میروید برای حجت‌های رسمی شما را درست برآوردن و برای اخبار پیدا کردن که شما در آنجا با کجا باید مراجعه کنید هنگامی یگان سوال پیدا شدن یکی بعد مشکل دچار شدن. لیکن اوضاع میتونه در تمام شد. خشونمون که فعلا در آلمان است ما رو برای کار به نزدش دعوت کرده است. چگونه به نزد او میتونم روم چون هدفمندانه میبرد برای کار برای شرکت خودشون که در همین میکنن اما اون که من میخوام که نزد همون رفیقشون خششون رود برای کار کردن چون برای این جای کار پیدا کردن سر آلمان و این میخواد نزد همون رود. همین چه روان میگه من حسیل یک تجربه است. ما با موشو تجربه موجود ترک آموخته هستیم و چی با امریکا است با اروپا است و غیره و پیش از سفر به آلمان وقتی که با کارگردان ترک شرطنامه رسمی بست با کار تعمیل کرده شد بعدا با کارگردان ترک مسئله گذاری میکرد که باز چند از نفری ترک رسما به آلمان بیارن. بنابراین این نفر باید که حتما با اون خیش تبار است که شناس است که در اون کار میکرد همین خیلی کار کنند که کارگرده آلمان رسما این نفر رو دعوت کنند. این رسمی رواد اگر پس کی میدونه پدر روی خطر چی میشه. بنابراین اون نفری که در اون کار میکنه در شرکت آلمان در گرمانیا همین خیلی سوبگذار شد با کار دعوت کنند. اگر که با کار مثلا مراجعه کنن اگر که شرطنامه داشته باشه لیکن وای خود دولت در اساس همون شرطنامه بسته شده که در جای با کار تامین است در همون کار کنه در حالتی که ترک کردن جای کار و مهاجری غیر قانونی میشه با مشکلات ایجاد میشه. اینا دونیسه گیره اگر رسما میتونن که مراجعه کنن مثلا اگنتی به کار تامین کنه اگر موجود مالی اینم همین گفته شده است که وقتی که من طریق این برنامه ها که رفتم حتما برای اون شرکت یا اون کاری که میگوین همونجا میرم ویزا و روادید به این روی کنه هیچ مشکلی نداره کارفرما اون خشش بده غیر مشکلی نداره. سلام باشه. خب شما الهات داشتید فکر میکنم من باز تاکید میکنم که اون گفتم موضوع است که ما سولیسون همیشه مراجعه به باشگاه توریسون سخن میگیم که حتما پیش از سفر با خارجه با مقامات‌های یا که با اداره رسمی خدمت موجود در شهر رو مراجعه کنند. معلومات پورا گیرن آماده سلام مرحمت است کجا زنگ میزنه چی نام دارید و زنگ میزنم من شوهرم چند سال پیش از این گذاشتم و یک فرزند معیوب دارم و فرزند دیگرم سالم است. البته زندگی هم شور و ازین است. میخوام گوش کرده ایستاده مرحمت میخوام به روسیه به مدیریت خدمتی روم لیکن روسیه ایران هستن که اگر من به روسیه روم مثلا برای فرزند معیوب من یگون و امتیاز و یگون بود هست مثلا ما نفوخچهای روسیه گذاشتن یا خب سلامت باشن من کودکای معیوبی که شهروندی روسیه ندارن یگون ویران هستن امتیاز هستن اولی بسیار زمانه تویسون سفر میکنن با این مسئله لیکن شما شهر تویسون هستید البته اگر با روسیه وارد شدن شما شهر ما هستید اون طرف روسیه یک باره همه مسئله تنسیتی این کودک به بدن خود میگیرن لیکن هست مثالی که اون تاجیکستانی که مادرانی که در روسیه گفتن شهروند روسیه رو پس اون طرف روسیه این حکومتی مسئله خیلی بنابراین ما باید فهمیم که اگر با تویسون اومد بونه با کودک معیوب از روسیه و شهروند مواجه میکنن البته ما با شهروند خود منافش تشکر میکنم. همینجا وابسته به کره گفتن اینجا یک نفر دیگر از سوال دیگر در مورد داده بوده است که شما هم اشاره کردید که میکنن در بالا اشاره شد که طریق روسیه میروند اینجا گفته است بعضا مهاجران طریق روسیه به کره میگذشتن و 3 ماه کار کرده باز به روسیه برمیگردن چرا آنها زیاد در کره استفاده نمیتوانند همچون کار نه همچون حقوق دارن در دولت یعنی بعد انجام همون دولت معین و یا وظیفه دولت رو ترک کنند اگر که مقصد کار باشد
و یا با دیگر شکل یعنی باید کارفرما یافت کنند و شرطنامه رسمی مهلتی بود و باشد تمدید کنند. خب طرف تاجیکستان هم همین طور سفر کردن امکان دارد یا نه؟ همچون سیاه یا همچون طرف دیگر رفتن لیکن هر رسما به کار تعمیر کردن میگم که از تاجیکستان میشه برای 3 ما ویزا ما روادیدی مشکلی نداره هر شهر آزاد است. خب تشکر میکنم و سوال ها خیلی زیاد است و میبینم که وقتی ما هم خیلی کم مونده است. ما حدود 1 ساعت شده است که صحبت میکنیم و خوب فکر میکنم که در همین و برنامه نکته هم گذاریم خوبتر میشد به خاطر که میشد به این برنامه میشد در علاویدگی چند از نکته های جالب مخصوصا نفقه مهاجران این موضوع هست که ما یک برنامه روشنی هستیم و توصیه های شما را یک خیلی کوتاه میخوام که برای نفرانی که به نوع به مهاجرت میروند بفهمم در دو شاید 1 جمله 2 جمله توصیه باشد درست بعدا ما برنامه رو من باز تقریبا چون ما این کار فراموش میکنیم برای عملی نمونه سفری بی خطر حتما معلومات پوره به حقیقت مشکلی اساسی که برای متخصص نبودن است. من فکر می‌کنم که آینده مهاجر ما باید همه جهتاً تیار باشد و دولت خارجی می‌رود و باید در بازار اون دولتی که رفته و باید رقابت پذیر باشد. مفتوح شد. تشکر میکنم برای شرکت برنامه و اینچنین پاسخ‌های خیلی مهم و مفید برای نفرانی که برای اونها برای برنامه یادرس میکنیم که در استودیو با سوال‌های ما و شما پاسخ گفتن انور بابایف مدیر بخش مهاجرت اهالی انستیتوت اقتصادیات و دموگرافی اکادمی ملی نهاد جمهوری تاجیکستان و اینچنین محمد بگزاده مایانشاه شادمان دایرکتور دانشگاه مهنت مهاجرت و شغل اهالی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی پیوست کردن بیننده ها مهران شاه و من سید احسان بودم تا برنامه‌های دیگری مهاجرتی به خطر کانال اویلا تیکشی بودم. سلام باشید.